دقیقاً یاد چه بودم آن زمانی که کودکی بیش نبودم. کودکی دوران خوشی بود، فارغ از هر غم و دلواپسی، آزادانه هر کاری که می توانستم را انجام می دادم. کودکی برایم مانند آب نباتی شیرین بود، ولی تا رسیدم به سنی که با دغدغه آشنا شدم، این آب نبات دیگر مزه شیرینی نمیداد، کامم را تلخ کرده بود. دغدغه ها هرچه بودند تمام شدند، ولی جایشان را با حسرت عوض کردند. حسرت از نگاه هر کس متفاوت است. کسی حسرت پول داشتن را دارد، غیر پول، اما در نهایت با ارزش و زرزش چیز عمر است. با چه چیزی می توانی بهای عمر را بپردازی؟ آیا می شود عمری که گذشته را با پول خرید؟ من نمی گویم که پول بد است. پول بد نیست. در زمانی که می شود ذات را با پول خرید، پول حاکم است. ما در عصر کاغذ زندگی می کنیم. کسی هم حسرت داشتن چیزهای دیگران را دارد. چرا او دارد و ما نداریم؟ به پدر و مادر خود گلایه می کند، غافل از اینکه پدر مانند جارو برقی مداوم همه چیز را در خودش می ریزد. تمام آن حسرت هایی که داشته که برایت فراهم نکرده است و تو هر شبانه روز با خنجری از جنس گلای سینه‌اش را می شکافی و قلبش را با سخنانت مانند آینه هزاران تکه می کنی غیره، اما باز او می خندد. این خنده شیرینیش طعمی تلخ دارد غیره. تا توانی دلی به دست است، دل شکستن هنر نمی باشد. کسانی هم هستند که حسرت داشتن آرامش را دارند. بله، همین آرامشی که باعث می شود تو با راحتی تمام سرت را بر بالش بگذاری. ثروت اصلی پول نیست. گاهی ناچیزترین چیزها برای کسانی با ارزشترین چیز است. مانند در کنار هم بودن. ثروتمندان از نظر پول ثروتمند هستند، اما آیا می شود آرامش را با پول خرید؟ خانواده را، زمان را، خواب را، رفیق را، شاید بگویی که همه این چیزهایی که گفتی را می شود با پول خرید. آری، حق با توست غیره، همه چیز را می شود با پول خرید، اما اگر پولهایت تمام شود، آیا تو هنوز همه آن چیزهایی که خریده بودی را داری؟ آیا آرامش داری؟ رفیق داری؟ خواب داری؟ هیچ کدام را نداری؟ اما آن که با وفاداری بهای رفاقت را پرداخته است، تا عمری که دارد رفاقتی نشکستنی دارد. آن که آرامش را با بهای بیخیالی پرداخته است، شبها می تواند سرش را با خیال راحت بر بالش بگذارد. آن که خانواده را با بهره مهربانی به دست آورده است، در روزهای سخت خانواده‌اش را در کنار خود دارد. آن که زمان را با تلاش و کوشش سرمایه گذاری کرده است، هم پول دارد، هم خواب، هر چیزی بهای خودش را دارد. افکار، سرچشمه هر پلیدی و پاکی، آغاز به پایان، وفاداری و بیذاتی، همین افکار است. کسی در مسجدی در حال عبادت خدای خویش است، دیگری در بتخانه در حال عبادت خدای خویش است. آن یکی در کلیسا در حال عبادت خدای خویش. همه در حال عبادت خدا هستند، اما غیره. یکی خدای یگانه که همتایی ندارد میپرستد و دیگری تکثیر شده از نسخه دیگر از خدا را. آیا این دو یکی هستند؟ خیر، همان گونه که یک با یک برابر نیست. یکی در فکر این است که اسم دخترش را یاس یا نسترن بگذارد، دیگری در فکر این است که مهرش را چند سکه بگذارد. کاش میشد در ذهن همه مردم بذری از فکر ساده کاشت، اما غیره. همه دچار فکری پلید به نام خیانت شدند.
همه از هراس اینکه خیانت ببینند چیزی با ارزش به نام اعتماد را از دست دادند. حق دارند. در این روزگاری که ماهی هم به دریا به خاطر یک کرم خیانت می کند، چه توقعی از آدم‌ها می توان داشت؟ چست زخم تون را می بوسد، اما تون بعد از مرحمت چسب همان مرحمت کننده را ترد می کند. همان گونه که نابینایی که بیناییش را باز می یابد، عصای دوران تاریکش را ترک می کند. همه چیز در تضاد است. افکار مانند سدی مانع رسیدنت خواهند شد، حتی مانع رسیدن به بهشت و جهنم. آری غیره. فردی در مسجد در حالی که خداوند را پرستش می کرد، در فکرش بود که کفشهایش را کسی ندزدد و فردی دیگر در فکر این بود که همه را از خود راضی نگه دارد. گر انسانیت نداشته باشی، در هیچ دینی عضو نخواهی شد. طمع یعنی میل دائمی برای به دست چیزی. طمع همان زهری است که تو را از آرامش فلج می کند. طمع در داشتن پول نه تنها زمانت را از بین می برد، بلکه خودت را نیز از بین خواهد برد. گاهی وقتها به خودت در آینه نگاه کن. آیا من امروز همان من دیروز است یا نه؟ گاهی تداوم در به دست است مفید است غیره، مانند تداوم در به دست دلی به دست بیاوری دلت را به دست خواهند آورد. راز عشق همین 3 چیز است. با حذف حسرت، افکار و طمع از رابطه‌ای خوب خواهی داشت. تمام.